سلام عزیزا، بین با هم دیگه ای ظرفا را جور کنیم. ظرفای ساده خدا به شکل دیزاین دار جور کنیم و ببینیم که ما از دلار تری از دو دانه چی که هر چقدر که خودتان ضرورت داشتین، یعنی هر چقدر میخواستین جور بکنین بگیرین. از این شمدانی ها و قاب و ای کاسه که من میخوایم از امرای از قاب کیکدانی جور کنم و امرای کاسه هم به خاطر میوه خشک یک استند مقبول جور میکنم. ببینید به همی آسانی و سادگی ظرفای ما جور میشه. ما اول از شرش حرارتی استفاده کردم و بعد از اون از این شرش که مکس برتان میمانم از این استفاده کردم. اگر تنها از شرش حرارتی استفاده کنین خوب ظرفتان محکم نمیه، با خاطر باید از شرش دیگه هم استفاده کنین. و در این قسمت هم از صدف ها استفاده کردیم. شما اگر صدف بیشتر داشتین نزدیک بانین مقبول تر میایه دیگه. یام نتیجه کار ببینین. اگر خوشتان آمد لایک کنین، کامنت بانین و بگوین که دیگه چی جور کنم.